Assalomu alaykum do'ston va podpисчикони азиз. Mana برای شما امروز یک سر بوزی اوچه بچه برای شما پیشنهاد میکنیم. دوستان عزیز ویدیو رو ما تا آخرش تماشا کنید. همه کسی یک لایک کنید. اگر بوز معقول باشه اگر با نزدیک رفته دیده بعداً خریدار کنید. بسیار آدم بوز میپرسد بوزی شیرش که جانده میفروشه گفتم من برام دوستان عزیز من خودتون میخردم جوشته میخورتم دوستان عزیز. دوتا بچه شای هر دوشم انی خودش خورد و خوراک سلامتیش بهترین بوز این حال یکم خیلی کمبودی ندارد. یک تا بچهش نر یک تاش ماده دوستان عزیز خورد و خوراکش هر دوشم زور. کسانی که خریدار جذب من باشید من فقط تا آخرش تماشا کنید دربارش معلوماتی پرتر گرفته بعداً خریدار کنید. بوز دوستان عزیز در ولایت سوخت ناحیه باباجان غفور قرار دارد. دوستان عزیز مسئله شیرش بگذاریم. اگر شیرش فقط حاضر دان نبریم 1 لیتر جوشته خورد دوستی بوده است من موندگیش بچه‌هاش خورد دوستی بوده است. اگر معقول باشه اگر با نزدیک رفته دیده بعداً خریدار کنید. سیوم زویش بود سیوم زویش همین دوینش که زودی بوده است. هر سال یک تا دو تا سه تا میزوید است خلاص کنم من خریدار باشتن اگر مرام دوستان عزیز بوزی پرود و موندگی خصوصی با رفته نزدیکتر میبینم دوستان عزیز بعداً خریدار میکنم. خوب دوستان عزیز مسئله نرخ و نماش بگذاریم. اگر همگی 5,500 سامانی باز معامله شروع دارد اگر تریتوری خود جمع باشتن اگر به یگان مشکلی دستاب کرد دارد دوستان عزیز. اگر که طرف های دوشنبه باشتن اگر گفتگی نرخ زیادتر یا کمتر کرده مسئله دستکش تشکیل میکنه. بوزا پروده است دوستان عزیز زیلنسکی پروده خریدار باشتن اگر مرام دوستان عزیز بوزی نقص دیر نمانتون همه تون برای تماشاگیتان رحمت کلون دوستان عزیز. ویدیو آینده اگر با هم خیلی بوز دارکا باشه که ابیزاتن کانال با مهمون باشتن اگر ابیزاتن پادپیس کردم مونتا بوز با برای بی اوچه دار اوچه بچه گوسفندای کلون میشه دوستان عزیز. ما هر هفته حرکت کرده برای شما میخوای با نرخ دسترس بوز بره گوسفندای کلون خوشخوار بره مولو دوستان عزیز هر هفته ما پیشنهاد میکنیم. اگر معقول باشه که همین کانال با ابیزاتن پادپیس کردم تو همه تون با یک بار دیگر رحمت کلون دوستان عزیز. ویدیو آینده با برای شما ما خدمت انده لایک و شیر کردم.